24 است. با تمام ملت شریف افغانستان مبارک میگم و یک روزی است که بسیار یک روز حماسه آفرین است. ما دمو روز دفتر رفته بودیم، از دفتر خود رسخت شدیم و یعنی ما به این فکر بودیم که این نظام سقوط کردنی است، اما به این قدر زود هنگام نیست که در جریان راه یکی از دوستای ما زنگ زد دمو 24 است، گفت پانتون اکادمی نظامی را مجاهدین اسلامی تحت تصرف خود در آوردن. با ما یک چیز باور نکردنی بود و اما وقتی با همراه دوستای خود ما تماس گرفتم گفتن دقیق مجاهدین امارات اسلامی از بعضی از قسمت‌ها داخل کابل شدن و دروازه کابل رسیدن که یک چیز به ما واقعا حیرت انگیز تعجب آور بود. ما شخصا در اون روز احساس خوشی میکردم، عالم خوشحال هستم، چون که یک نظام مفسد و دست نشانده و غرب پرست و سقوط کرد و به عوضش یک نظامی آمد که حاکمان اصلیشان وارثین انبیا هستند و ما بسیار خوش هستم.